الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و آله اجمعین. ضمن عرض سلام به تمامی حضار و غیر مقدم، من در همین اول عرض کنم که البته بحث من یه خورده فرق میکنه و در واقع بحث محاربه در اسلام است. منتها قرار حالا بر این بود که من هفته بعد در واقع این بحث رو مطرح کنم. منتها از اونجایی که مرخصی من یک روز قبل از هفته بعد تموم میشه، ظاهراً در امروز جا گرفتم و این بحث محاربه یک بحثیه که این روزه خیلی مهمه، از این جهتی که رأی‌های صادره بسیاری با استناد به محاربه در واقع صدور پیدا می‌کنه. برای کمک به کسانی که قربانیان محکومیت به محاربه هستند، حالا اهم از این که چه حکمی درباره اونها صادر شده است، ما 3 تا رویکرد میتونیم داشته باشیم. رویکرد اول رویکرد در واقع سکولار، برون‌دینی و حقوق بشری هست که این چیزیست که به عهده سازمان‌های عفو بین‌الملل و سازمان‌های حقوق بشری و کمیساریات برای حقوق بشر و فعالان در این زمین هاست که بخوان فارغ از احکام اسلامی و فارغ از قوانین موضوعی کشوری از این افراد از زاویه رویکرد حقوق بشر دفاع کنند. رویکرد دومی که میتونیم داشته باشیم در واقع رویکرد حقوقی است، یعنی اینکه در قوانین موضوعی خودمان جستجو بکنیم یا احکام صادره مطابق عدالتی که در چارچوب‌های خود نظام جمهوری اسلامی تعریف شده است عادلانه است یا نیست. سومی که وجود داره رویکرد صرفاً شرعی، درون‌دینی و فقهی است که مستلزم مراجعه به آراء فقهاست. به هر حال وقتی نظامی خودش رو جمهوری اسلامی مینامد، طبعاً قوانینش اسلامی باید باشد و به آراء فقها و فتاوای اونها احترام خواهد گذاشت و این احترام را تا حدی گذاشته که حتی راه رو در صورت استثناءات و فتاوای معتبر تا مرحله اعاده دادرسی باز گذاشته از قانون. اون چه که مد نظر منه در این صحبت این رویکرد سومه. اما اجازه میخوام که در مورد رویکرد دوم، این رویکرد حقوقی، من یک اشاره‌ای داشته باشم که به هم پیوسته است با رویکرد سوم. روندی که قوه قضاییه در جمهوری اسلامی طی کرده با بحران‌های پنجگانه‌ای بنا به رؤسای قوه قضاییه روبرو بود. من بخوام یک اشاره کوچیکی به این بحران‌ها داشته باشم تا معلوم بشه که آیا از اون رویکرد سوم تا چه حد میتونیم سخن از مشروعیت احکام صادره در باب محاربه داشته باشیم. بحران اول که وزیر قوه قضاییه پیش آمد اینه که علیرغم
اینکه همه می‌دانند و در همه کشورها هم روال بر این است که قوه قضاییه استقلال داشته باشه و وابستگی سیاسی نداشته باشه، آقای دکتر بهشتی در قامت دبیرکل حزب جمهوری اسلامی آمدن و تصدی قوه قضاییه رو به عهده گرفتن. حال اون که لازم بود که ایشان یا قوه قضاییه رو به عهده نگیرن ریاستش رو، یا اینکه از حزب کنار بکشند. و به همین من بحران اول رو بحران سیاسی شدگی و سیاست زدگی و در واقع سیاست پردازی قوه قضاییه می‌دانم. بحران دوم که در زمان آقای عبدالکریم موسوی اردبیلی پیش اومد، بحران طرد نیروهای متخصص و بازنشست کردن قضات با سابقه و تصفیه قوه قضاییه از نیروهای کارآمد و عدم خلاصه امکان مدیریت علمی بر قوه قضاییه بود. در مرحله سوم بحرانی که در دوران شیخ محمد یزدی به وجود آمد، ارتقای بازجوها به قضات و دادن رتبه قضایی به بازجوها و افراد امنیتی بود. کسانی که نه صلاحیت فقهی و نه صلاحیت حقوقی اداره امور و قضاوت رو نداشتند. و سرانجام بحران دوران آقای هاشمی شاهرودی که با قصد اصلاح شروع شد و با نتیجه افساد تمام شد. دوران جذب قوه قضاییه در حساب مالی. و در نهایت بحران پنجم یا بحران فعلی، بحران امنیتی شدن، سپاهی شدن و وابستگی قوه قضاییه به نهادهای امنیتی و دستور بردن و حرف شنوی قضات از نهادهای امنیتی. کما اینکه مثلا در مورد شخص من عین گردشگاه اطلاعات عین متن راهنامه من و حتی واقعی فرق نداشت و در مورد دیگران من همینطور ظاهرم. اینها رو برای این عرض کردم که در رویکرد سوم که رویکرد فقهی باشه که وارد بشیم، همونجور که دوستان مطلع شدن، اخیراً بنده با آقای پیمان عارف به دیدن مراجع مستقل یا مراجع سنتی یا مراجع غیر حکومتی یا حتی مراجع مخالف رفتیم تا نظرات اونها رو در باب محاربه و احکام اعلام برای محاربه جدا بشیم. و اولین مطلبی که اینجا مطرح میشد این بود که اساساً تقریباً اجماع فقها بر این مطلب استواره که قاضی باید مجتهد بوده باشد تا اینکه حکم او نافذ باشد و اساساً منصب قضا از شؤون ولایت عموم فقهاست. و البته این به این مفهوم نیست که قاضی صرفاً مجتهد باشد، بلکه وقتی ما از جمهوری اسلامی حرف میزنیم قید دوم اجتهادش رو لازم میاره و قید اول کارشناس بودنش رو لازم میاره. و اما بعد از این مسئله عدم نفوذ احکام که تقریبا تماموردی بود که اتفاق نظر بین فقها وجود داشت، این مطلب وجود داره که بسیاری از فقهای سنتی اساساً معتقدند که اجرای حدود در عصر غیبت تعطیله. مثلا مرحوم آیت الله بن احمد خنثاری در کتاب شریف جامع المدارک استدلال مفصلی داره بر تعطیلی حدود در عصر غیبت.
مرحوم آقای خویی کمی نرم‌تر میره. ایشون هم این استدلال رو داره، منتها قید میکنه تا جایی که سرزمین مانده حدود نخواهد موجب شود که منکرات و مفاسد تمامی زمین رو فراز می‌دهد. حالا از این مطلب باز مجموعه بگذاریم، چون در هر حال ما در داخل قوانین موضوعی کشورمون داریم زندگی می‌کنیم. به عکس این آقایون که این اعتقاد رو دارن، خب مرحوم آقای خمینی اعتقادشون برای این بود که اساساً به خاطر اینکه حدود بر زمین مانده‌اند باید حکومت اسلامی تشکیل بدیم و یکی از استدلال‌هایشون این بود. حالا علاوه بر اینکه این مطلب رو پذیرفتیم و در قوانین موضوعی کشوری هم قرار گرفتیم و در چارچوب‌های نظام خواستیم حرفی بزنیم، در این صورت فقها برای این مطلب چه حرفی برای گفتن دارند؟ مطلب اولی که وجود داشت بحث در واقع صغروی اینه که محارب کیست و محاربه چیست. خب تعریفی که در فقه برای محاربه وجود داره تعریف کاملا آشکاره، با اینه که کسی که به قصد تخویف و ارعاب مردم دست به اسلحه ببره و بخواهد که در واقع موجب ترس مردم بشود و این امر هم تحقق بیابد. این مصداقش رو اکثر فقها با طریق و دزدان سرگردانه و این امور دونستند. ولی قانون مجازات اسلامی در بین اینکه این تعریف رو داره، تعریف رو گسترش داده به سازمان‌ها، احزاب و کسانی که بخوان به براندازی حکومت جمهوری اسلامی مثلا دست بزنند که از نظر فقهی این خلط میان قصه بغی و محاربه است. چیزی که اکثر فقها روش تاکید دارند اینه که موقعی که این افراد مزاحم و مثلا فرض کنید دست اسلحه برنده، اینا مقابلشون مردم باشند، این مثالش محاربه است. موقعی که در مقابلشون حکومت باشه، این بغیه. این اساساً این خلطی است که در قانون صورت گرفته و مورد اجماع فقها که نیست، هیچ مستند فقهی هم ظاهراً نداره. اما در این دیدارهایی که ما مراجع داشتیم، چیزی که متوجه شدیم چند امر بود. حالا گزارش مفصل این ملاقات هم منتشر شده و دوستان میرن میخونن، من اینجا وقتشون رو نمیگیرم. عمدتاً این بود که اولا اینکه از راه بحث صغروی که این آقایون محارب هستند یا نیستند یا محارب کیست یا محارب چیست به جایی نمیرسید، چون حکومت بهتر از شما میداند که اینها محارب نیستند. منتها چه انگی و چه اتهامی بهتر از محاربه. یعنی مثلا آقای صانعی دقیقاً اشاره کردند که خب شما که نمیتونید مقابل قضات راه انقلاب بایستید. اونا میگن الراز و علینا کالراز علی الله. و اگر هم کسی از فقها به حرفی بزنه، چون اشاره کردن به اون پنکه شکسته شده و حمله به بیتشون، اون پنکه هاشون این شکلی بشه. و یا مثلا آیه صادق روحانی گفتن که آقایون خودشون در این بارها رو استثاب میکنن، یعنی یک بخشی داره دارن قوه قضاییه که از مراجع استثاب قضایی میکنه، بسیار نظر پسرهایی از این دارن داره بشه و این استثاب رو ما میکنن، ولی حرف ما رو به تشییع نمیکنن و هیچ اثری و نفوذی نداره. آقای معتقد بودن که اینجا باید از راه بحث کبروی وارد شد. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه شارع در آیه 33 سوره مائده